در عرض 1 ماه من گواهینامه گرفتم. در کشور خودم در عرض 2 سال نه اینکه فقط نگرفتم، بلکه توهینم بهم شد، خوردم شدم. اینجا اومدم کشور فنلاند، در عرض 1 ماه دورش رو، اونم دورش طول کشید، نه اینکه امتحانش 2 روز طول کشید. امتحان تئوریشو 1 روز دادم، امتحان عملیشو 1 روز دیگه دادم و در عرض 1 ماه من گواهینامه گرفتم و 1 سال بعد، حالا اینوشو بگم، وقتی که گواهینامه ماشین عادی، ماشین شخصی رو گرفتم، من وقتی که گواهینامه رو گرفتم دکتر فقط دستامو برد بالا، گفت ببین میتونی به همه مسیرها دستاتو تکون بدی و دستاتو میتونی یه چیزی رو به فشار بدی بگیری. اینا رو کرد، یه تست بعد بیشتر روی چشمام تأکید میکرد ببینم بیناییم خوبه اینا، و اصلا روی دستام تأکید نمیکرد. نمیدونم حالا سوابق منو خونده بود و اینا. به هر حال گواهینامه گرفتم. بعد از 1 سال میخواستم زود سر کار برم، گفتم میرم دوره اتوبوسرانی و گواهینامه اتوبوس رو میگیرم که برم سر کار دیگه. اینجا مثل انگل نشیم که هی پول از اداره سوسیال و شهرداری اینا درخواست کنیم و اینا. و من کلا از بچگی از انگل بودم بیزار بودم و همیشه میخواستم رو پای خودم وایستم. 1 سال بود فنلاند بودم، همه دوستام هم اینجا میدونن. رفتم دوره اتوبوسرانی. دوره رو که تموم کردم، برای امتحان نهایی که بعد امتحان میدادیم و کارت رو بهمون میدادن، رفتم دکتر. فقط اونجا یک کمکی گیر بهم داد. حالا ببینید این کمک که میگم یک کمکی گیر چقدره به نسبت سیستمی که تو ایران تو نیروی انتظامی با من درگیر بود. اینجا دکتر گفت تو امتحان گواهینامه ماشین عادی همه تو اون بخش اون زمان همه تستایی که لازم بوده مال دستات و تست بدنی تو بینایی اینا همه شده و شما یه شخص سالم و میتونی گواهینامه بگیری. فقط من اگه اجازه بدی ناراحت نشی، این یادمه، خیلی خوب یادمه، میگفت اگه ناراحت نشی میخوام یه سوالی بپرسم، اگه هم میدونی ناراحت میشی سوالو نمیپرسم، برات امضا میکنم بری، اما گفت مربوط به دستاته. گفتم نه، چرا ناراحت بشم؟ چه بهتر که هرچی اطلاعات بخوایم من بهتون بدم. گفت ما میدونیم که 1 سال داری ماشین خودت رو رانندگی میکنی، تصادفی هم نداشتی، همه چیزم خوب پیش رفته. آیا ولی ماشین شخصی با ماشین عمومی فرق میکنه. اتوبوس بعضی وقتا 50 تا روزایی که ساعتایی که بچه‌ها میرن مدرسه بیشتر از 70-80 مسافر سواری اتوبوس میشن. آیا میتونی مسئولیت همه اینا رو بر عهده بگیری؟ یعنی این توانایی رو داری؟ در خودت میبینی؟ منم در جواب دکتر گفتم ببین آقای دکتر، وقتی که من خانومم و 2 تا پسرمو که طبیعتا تو این کشور غریب از همه شما بیشتر دوست دارم، از همه مردم دنیا بیشتر دوست دارم، خانواده منن، وقتی که من حاضرم مسئولیت اونا رو به عهده بگیرم و رانندگی کنم، یعنی میتونم جون اونا رو حفظ کنم. و وقتی که هیچ نگرانی ندارم، این اعتماد به نفس و این کارایی و توانایی جسمی و روحی رو در خودم میبینم که بتونم اونا رو ببرم سفر و سالم به خونه برگردونم، طبیعتا میتونم مسئولیت مردم دیگر رو به عهده بگیرم و اینو قول میدم که میتونم. دکتر به همین راحتی، یه دکتر تو یک کشور پیشرفته‌ای که بعضی وقتا به خیلی چیزای کوچک به خاطر مسائل امنیتی گیر میدن، به خیلی چیزای ریز که اصلا کشورهای ما اصلا به اون اهمیت حتی نمیبیننش تو کشورهای ما، ولی دکتر به همین راحتی، خدا شاهده، به جون بچه‌هام و به جون پدر مادرم و به جون خاک و وطن خودم سوگند که دکتر گفت باشه قبوله، امضا کرد و من رفتم و گواهینامه اتوبوس گرفتم و 5 سال هم راننده اتوبوس بودم.
با همین دستا من 5 سال راننده اتوبوس بودم. همه دوستانی که تو فنلاند منو میشناسن میدونن که من راننده اتوبوس بودم. حالا ببینید تو یک کشور اسلامی که مملکت خودته، هم زبون خودتن، هم کیش و نمیدونم هم آیین و هم فرهنگ و نمیدونم همه اینهای مسخری که اینا ازش میگن، با یک قدمت چند هزار ساله انسانیت که میگن فرهنگ و تمدن، ببین این سیستم اینجوری با من معلول برخورد کرد. اگه هر کدوم از شما الان یه بچه معلولی دارین، یه برادر و خواهر معلولی دارین، یه مادر معلولی دارین، مطمئن باشین این بچه شما فردا همین برخوردها رو تجربه میکنه. من امروز 46 سالمه و بعد از 20 و اندی سال هنوز اون بی‌حرمتی ها و فحش‌هایی که این سرهنگ نیروی انتظامی که متاسفانه نامش هم یادم رفته بهم داد هنوز تو ذهنمه و شاید تا روزی که بمیرم به عنوان یک عقده روانی تو ذهن من باشه و منو اذیت کنه. و چه بسا وقتی که غذا میخورم به ذهنم بیاد و منو عصبی کنه و نتونم غذامو بخورم. چه بسا وقتی که با یه مشتری صحبت میکنم بیاد تو ذهنم و ارتباط منو با اون مشتری سخت کنه. چه بسا تو روابط خانوادگی این عقده روانی روی زندگی من تا مرگ تأثیر میذاره. پس خواهشاً این انقلاب باید پیروز بشه و نباید کنار بکشید. ادامه بدین که بچه هاتون این درد، این یه گوشه از درد معلولین جامعه است و شاید بیشتر جانبازها هم این دردهای منو دیدن. نذارید این دردها تکرار بشه. ما هممون درد مشترک داریم و برای این درد مشترک به پا خواستیم و انقلاب میکنیم و موفق هم میشیم. موفق باشید.